پدرها را زن میدهند، وقتی این زن دوم به این خانه را می آید، یکمین کاری که میکنه این پدر را به فرزنداش زید میگردونه، میگه یا من اختیار که یا بچه ها ده. یعنی که کار میکنه که بین پدر و فرزند خفگی و جداگی در او خانه فرزند گویا بیگانه باشه. این عمل حرام است، این گناهگار میشه. وای زن فقط فکر آباد شدن خودت میکنی، فکر آبادی فرزندای مرد نمیکنی. خانه اونها است، اونها حق دارن از این خانه، این پدرشون است. باید تو یعنی جای مادری ویها را پر کنی و همچون مادر برای این فرزندا باشی، نه اینکه فرزندا را از پدرشون جدا کنی. این خیلی گناه بزرگ است. خواهش میکنم از همون یعنی همسرها، از همون مادرهایی که وقتی دوم زن میشوه یا اینکه یگان شخصیتی که زنش وفات کرد شما را همچون زن میگیره، یک نمود معامله و مناسبت داشته باشید که نه فرزنداشو نه این مردینه احساس بیزنی و بیمادری نکنن. یعنی شما را همچون مادر بدان، نه اینکه شما را چشم دیدن نداشته باشن. متاسفانه چنین مادرها زیاد شدن. یک روز یک برادر با من صحبت کرد و الله قسم گریان شد، آبای دیدش روان شدن. گفت پدرم با من صحبت نمیکنه. از روی چی؟ از روی مایندرم، از روی زنش شده. پدرم نمیگذاره که من خانهش بروم. وای پدر است، من میخوام احترامش کنم، خدمتش کنم، دعاش بگیرم، اما او زن شرط مانده است که یا من یا فرزندات. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار، این خطاب من به سوی اون مادرها هست. مادرهای محترم، شما حرکت کنید که یعنی نگذاره که این شخصیتی که قیمت‌ترین چیزش از دست داد، والله قسم یگان چیز قیمت‌تر از مادر نیست. این شخصیت قیمت‌ترین چیز از دست داده است. میخواد که تو در جای او باشی، میخواد تو همچون مادر براش باشی. نگذاره شما که این شخصیت ها احساسی به مادری کنن. و شما هم باشه برادر بزرگواری من، مایندرتون همچون مادر حرمت کنید، چون که اونم حقوق مادری داره، همسری پدری شما هست.